سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل من. بیلی هستم و امروز توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه بریم یه سری از ویدیوهای لایف هک های مختلف و ترفندهای مختلف و قرقاتی دیگه ویدیو اونا رو با هم دیگه بشینیم ببینیم. پس قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما چنل رو سابسکرایب کن، لایک کن و یه کامنت خفن برام من بذار. و ببخشید که یه مدت نبودم، میدونم بس دیگه نبودم دیگه، دوربینم سوخته بود دیگه، درست شده دیگه اومدم. برو بریم. یه زنجیر بهش وصل میکنه. جدی به همین تمیزی در میاد. اینا من باید درست کنم یه بار، یه امتحانی باید بکنم. بی خیال عمرن انقدر تمیز در بیاد بچه ها اصلا. کثافت بازی ها چیه آخه؟ چقدر جعبه دارم، چقدر جعبه داشت پشمان. توی ایران یه همچین اکسسوریایی بخوای واسه خونه بگیری، اولا که خدا تو اون قیمتش میشه، بعد اصلا نصف دو سوم اینا نیست تو ایران. دهنت سرویس میشه تا بخری و این داستان. مجسمه ها این چیزه به کاریه، این توره. خب این پسره خیلی کارش درسته، فقط خیلی چرکه. من به اون هیچ عنوانی هیچ وقت نمیرم سمت یه همچین پشمکی که چقدر ناراحت ریدن این دوتا بچه که الان با نمکترین پشمک دنیا رو درست میکنه. به نظر آسون میاد و خیلی سخته. من یه بردم این دستگاه اومدم داشتم امتحان میکردم، دهنم سرویس شد، همش با آسمون میره. شیره رنگی منگیش هم میکنم دیگه. ریدی دیگه، تو هم ریدی چی شده الان؟ خب الان اون مثلا به چه دردی میخورد؟ خب چیه این؟ چرا ما هیچی نمیفهمیم؟ من نمیفهمم. حالا کسی میدونست بگه این موادش چیه. کلید درست کرد. عمرن این کار بکنه کلیده. فیک بود بچه ها به نظر من. حالا من اینو تست میکنم ولی به نظر خودم این فیک بود. صابون اینجور ویدیوها رو خیلی نیاز داریم. یعنی ویدیوی بعدی هم کلا راجع به بوشکرافت و کارهای کمپینگ و اینجور چیزاست که بعد از این ویدیو اونم میذارم. اون خیلی خفنه. نگاه کنید، صابون رو آب کرد، ریخت توی یه پاکت قرص و خیلی ریلکس یه دونه قرص برمی‌داره دستو میشوره. خیلی اینجور چیزا رو من دوست دارم، جمع و جور لایف هک های باحال. این همه کبریت
نمیدونم چقدر کبریته، ولی فکر کنم مثلا نزدیک 2-3 میلیون پول کبریت رو داده اگه ما بخوایم درست کنیمش. من میز چوبی نمیذاشتی، حیفمون میزنی. این پسر خداه توی منشرور 1 بود فکر کنم، دقیقا کارکتر همونو برداشته داره باش یوتیوب میره جلو، کلا لایف هک ها رو میبینه که واقعی ان یا نه. چطوری یا نه؟ خب این به چه دردی میخوره الان مثلا؟ این به کار میاد؟ بله. لوگوی اینستا رو میزنه. این همه رنگ داره لوگوی اینستا. ترکیب 5 تا رنگه و چقدر هم تمیز درش آورد. اوه 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 این چسبا بچه، اگه یک درس چرا پای دخترم گونده بود. من خیلی کار قشنگیه و من به این موضوع توجه نکرده بودم خودم. من خودم اینجا در خانه موش اومده بود و میخواستم بگیرم، هیچ وقت این کار نکردم و اگه دوباره اومد که به احتمال زیادم دوباره میاد حتما رعایت میکنم. ای به این فرشم یه سبک جدیدی میگن ها، نمیدونم اسم این سبک کار کردن چیه. 2-3 تا پیج ایرانی هم دیدم که مثلا هر طرحی که بهشون بگی و قشنگ با پروژکتور میندازن و درستش میکنن، خیلی خفنه. Red or yellow. Yellow. ریدم. وای این گربه خداه، یعنی ببین لایف هک میزنه عشق کنی ولی عمرن این لایف هکش کار کنه. حالا تست میکنیم با هم. اینقدر هم کار سختی نیست سوزن نخ کردن، یه خود فقط باید کمتر. آره اوکی. چی اصلا توش ریخت؟ اوه نه بابا بله try me. یه زیپ کیت، فریزر، خب اینجوری هم چه یخ خوبی داد، خوشی من نامد. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدین. اگه از این سب ویدیو خوشتون میاد حتما چنل رو سابسکرایب کن، لایک کن و یه کامنت خفن برا من بذار. خدافظ.